تو لایو اگه دوست دارین آیدی پاسو بگیرید سری بیان بشینین. ابوالفیکس میزنه باهاتون. آره ابوال میگم روم داری خودت بزنی منو اینوایت کنی؟ بکنم داشته باشم مثل نگاه بکنم. آره اگه دارین اد ناصر پلیر رو دیگه 50 دقیقه در میونم. نه خدا 50 دقیقه. چطوری؟ 50 دقیقه مونده. کلا 50 دقیقه. آره اوکی بعد یکی رو میاری میزنی 50 دقیقه رو بزنم اینطوری تا یکی از بچه بیا. پسشو یک میذارم. منم ببرید. بیان بچه بیان تو لایو، بیان تو لایو تویچ، بیان تو لایو تویچ دیگه. بچه آیدی پاس رو میگم سری بیان بشین. خب ابوالفیکس میزنه باهاتون. آیدی 23 82 593. پاسپورتش هم یکه. آره بیاین بشینین داجی فرقی نمیکنه بچه. من دیگه استریمش میکنم واسهتون دیگه. میخواین گیم پلی میخواین 4 تا کیل واسه استوریتون در بیارین دیگه. من استریمش میکنم دیگه. ابوالفیکس میزنه. ابوالفیکس با بچه لایو ساگی اومد. او آجی یک اومد نشست پشمان. پاسپورتش هم یکه بچه. میتونین بشینین دیگه آجی. آیدی پاس من تو لایو میخونم سری بیاین بشین. من قشنگ بشینم روی صندلی حاجی پاهم درد میکنه. ابوالفیکس در مقابل ساگی. بریز ساگی که امشب مستم خرابم. خب اسپگ از ساگی شروع میشه. ساگی در مقابل ابوالفیکس. پلیری از ناب ایران. بچه ابوالفیکس دیدیم پلیر تو تورنمنت هم هست بچه. حواستون باشه کسایی که تورنمنت هم ابوالفیکس هم هست. بازیشو بیار نگاه کن. ببینید ساگی چیکار میکنه. ساگی با پیک چپ و او ساگی احساس میکنه با این حرکتی که الان زدی چلسر میبازی بعد چه دمیجی میده به ابوالفیکس. ساگی خدا ساگی وحشی. یه دمیج خوب از ابوالفیکس. کلوز میدم ببینم کی میزنه این پوینتو. پوینت اولو کی میزنه ابوال یا ساگی؟ ببین چیکار میکنه. یه دمیج خوب از ساگی. پیستول میکشه ساگی مناطق محروم. کلوز میزنه ابوالفیکس. 1 HP میزنه ابوالفیکس. پوینت اول میگیره از ساگی. ابوالفیکس دستش هم گرم. چیکار میکنه پلیر؟ یه پیک چپ در مقابل ساگی. یه پیک اسکوپ میگیره. خود ابوال ساگی گیجه. چپ کلوز و اسو میتکن چی میزنه ساگی. ساگی بازی 1-1. این چیکار میکنه؟ اول میپره کلوز میده. یه دمیج خوب. یه دمیج سنگین. هر دوتاشون دمیجشون یکی. چه پیستول پیک چپ راست و بینکسی میده ابوالفیکس. خدا من اومدم بریم. بیا الان ابوال داره میزنه. بیا با ابوال بزن. چه دمیجی میدن به هم دیگه. دمیج اول ابوال میده. داگه دمیج از اون ور میده. ابوال میره سر وقتش. میزنه ابوالفیکس. پوینت سوم هم میگیره این پسر. آیدی پس عبدالله تو لایو میکنم. هر کی سریعتر بیاد بشینه ابوال با اون میزنه. فعلا نمیزنه. فعلا داریم تی دی ام میزنه. ابوال میاد تی دی ام میزنه. یه پیک چپ. ساگی باید راش کنه بیاد این پوینت رو جبران کنه. بازی 3-1 به نفع ابوالفیکس. سلام بچه ها خوش اومدین. کلوز میزنه
میزنه ساگی. اول پیکس میپره تو دهنه شوری. ساگی میزنه این پوینت. بازی 2-3 به نفع اول پیکس. چطوری؟ قربونه